سلام خدمت علاقمندان کانال تلگرامی که به اسم من هست. البته دوتا از دوستان خوبم، دانشجویان سابق که الان درگیر آموزش و ترجمه هم هستند، آقای احمد حسینی از دانشگاه خوارزمی و آقای فرهاد هوشیار از دانشگاه تهران و بعد دانشگاه خوارزمی که خوش بودیم وقتی که اینها دانشجوهای بودن و از اون به بعد هم لطف داشتن و کانال رو راه انداختن برای اینکه جایی باشه که به هر حال به این مباحث مورد علاقه علوم انسانی، ترجمه، ادبیات، جامعه شناسی، مباحث دیگه بپردازم. البته من برای هر دو نفر این دوستان خبر خوشی ندارم، یعنی اینکه وقتشون رو شاید از این به بعد بیشتر بگیرم با یه سلسله ویدیوهایی که نهایتا تصمیم گرفتم شخصا البته نبوده، با بازخوردی که از دانشجوهای سابقم که مثلا در نروژ هستن، در آمریکا، کانادا و جای دیگه مباحثی رو خواستن مطرح بشه. من به دلایل مختلف کارهایی که داشتم خیلی به این مسائل واقعا فرصت نمیشد که بپردازم، اما فعلا الان در یه شرایطی، یعنی شرایطی پیش آمده که بهتر هست و ارتباط بیشتری باشه با دوستان، علاقمندان در پیوند با مسائلی که مورد علاقه همه ما شاید باشه، چون ما هر کدومون به صورتی با زبان، تاریخ، ادبیات، ترجمه و این مسائل درگیر هستیم. حالا برای این ویدیوی اولی که شما خواهید دید یا دارید تماشا میکنید، اسمشو گذاشتم پیش درآمد و خب دلیل خاصی داره برای این نامگذاری که الان رؤوس مطالب رو اینجا خدمتتون میگم. بله، پیش درآمد یا فراغنامه که چرا اینجا توی کانال تلگرام با دانشجویان سابقم هستم. راستش به صورت کلی فکر نمی کنم که جایی بهتر از کلاس و تماس با دانشجوها در زندگیم داشته باشم. یعنی وجودم خلاصه میشه در این ارتباط و این به این مفهوم هست که قول معروف میگیم که سفره پهن هست و حالا هر کسی به وسع خودش چیزی رو میاره و کلاس رو به این صورت برای خودم
حلاجی میکنم و از بودن در کلاس لذت میبرم. اما خب به اقتضای روزگار مدتی است که در ایران تدریس نمیکنم و همیشه یک دلتنگی عجیب غریبی دارم. قبل از اینکه به کلاس میرم اینجا و بعد از اینکه از کلاس برمیگردم دفترم، فکر میکنم که چیزی رو کم دارم و این مصداق همین این شعر مولانا هست که بنابراین اونچه که اینجا میاد مصداق این شعر هست که بخششو براتون آوردم اینجا. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. بنابراین این ویدیوها رو که اینجا خواهید دید در این چارچوب ببینید که یک دینی به مردم خودم، دانشجویان و همه علاقمندان اینها دارم که دوست دارم با اونها وصل باشم و به قول معروف اون چی رو که برای من اونها فراهم کردن از نظر فضا، محیط، آموزش، تحقیق، پژوهش، دوره دکتری، بیرون رفتن از مالیات همین مردم بوده و به قول معروف به صورتی حلالش بکنم اینها. البته که 32 سال تدریس کردم در ایران، اما همچنان فکر میکنم که به فارسی نوشتن، برای مردم نوشتن یک عبادت هست برام، یه حس عارفانه هست که باهاش زندگی کردم و همچنان هم امیدوارم که در جریان باشه این قضیه در وجودم. معمولا دانشجوها یه سابق که با من تماس میگیرن میخوان مباحثی رو مطرح کنم که از دید دوستان نوعی نظربازی باشه، نظربازی من هست و اینها، و دوست دارن که مثلا چیزهایی باشه که شاید به گوششون تازه بیاد یا شوقی برانگیزه و اینها. اما من همیشه خدا یه مشکل دارم به محض این که چیزی رو به عنوان assignment، تکلیف پیش روی من میذارن، فکر میکنم که یه حالت مقاومت پیش میاد و دوست ندارم که تکلیف به عنوان تکلیف باشه. حالا به جای تکلیف یا وظیفه شاید نوعی انگیزه درونی، شوق برای موارد عجیب غریبی که به ذهنم میاد و گاهی هست گاهی نیست، اما فکر میکنم از این به بعد باید بخشی از زندگی آموزشی رو و پژوهشی رو روی قطعات حتی کوتاه هم که شده با دوستان مطرح کنم، به قول معروف جیک جیکی باش.
حالا من معمولا بنابراین یه حسی در درونم هست که انگیزه بالایی برای ورود سرزده به موضوعاتی دارم که یه دفعه به اندیشه پروری ربط پیدا میکنه و برام مهمه. شتاینر این رو میگه که در علوم انسانی ببخشید اونچه که کم هست این پرداختن به مواردی هست که معمولا آکادیمیا یا فضای دانشگاهی میگه useless subjects، اما اینها خودشون میتونن سکویی باشن برای رفتن یا پرواز به جاهای دیگه، به قلمروهای اندیشه، قلمروهای متفاوت در اندیشه و اندیشه ورزی. حالا این موضوعات بیفایده ولی دلی هستن، بنابراین قصد داشتم دلی موضوعاتی رو که تو ذهنم شوقی برای بازی فکری پیش می آوردن معمولا هم رسانی کنم. حالا اینا چی میتونست باشه؟ مسائلی از قبیل زبان، ادبیات و ترجمه در گفتمان پسا استعماری، کل کل کردن مثلا با ادوارد سعید در ترکیب بندی نظریه شرقگرایی کتاب شرقگرایی او که خب برام خب خیلی جالبه که چرا به این صورت ترکیب بندی شد این کتاب. یه دفعه مثلا بگم که چرا رابرت براونینگ کنار جورج الیوت قرار گرفته، این بی‌عدالتی یعنی چه؟ برای همین مثلا این کلیگویی هایی که در اون کتاب میکنه برام یه موضوعی هست که میتونم کل کل کنم و این کل کل کردن دوست دارم. یا نه یه دفعه حالا بعد از عمری که کمدی الهی رو مثلا با احترام یا دوست داشتن از نظر بازی های زبانی که داره یا چون اثری کلاسیک هست نگهش داشتیم، این ناگهان بگیم که بزنیم زیر این کلاسیک بودن، اصلا ببینیم این کلاسیک بودن یعنی چی. یه دفعه بیام سادیزم، مازوخیسم مسیحی عبری دانته در رستگاری الهی و ارتباطش با جامعه شناسی سیاسی فاشیسم در نهادهای قدرت، سیاست و مذهب در دنیای مدرن، از یواخیم فیورئی تا دانته و پس از او تا نطق جورج بوش بعد از فتح عراق مثلا مطرح. یعنی این رستگاری الهی. و البته بگم که حالا در ویدیوهای بعدی که میاد من درباره هرمنوتیک که صحبت میکنم یک بخشش فیلولوژیک هست که به اصطلاح فیلولوژی رو حالا اینجوری میگم که مثلا کمدی الهی گفتن، اما من بهش میگم تا حالا گفتم رستگاری الهی، اما این دغدغه فیلولوژی رو که داشته باشیم میگیم و از این الهیش هم میشه شاید گذشت و گفت رستگاری ناب از در چارچوب ذهنی دانته که یه دفعه میخوام این حس رو دارم که یه مازوخیزم، سادیزم مازوخیزم مسیحی عبری توی کار دانته وجود داره، یعنی در این رستگاری الهی که
بد نیست اینو بگیریم بیاریمش تا دوران روزگار معاصر، حتی مثلا پیوندش بدیم به نطق جورج بوش بعد از اینکه عراق رو شکست میدن. البته که دیگه چیزی از عراق نمونده بود که شکست بدن بعد از عمری مشکلاتی که برای عراق با تحریم ها درست شده بود. که البته این رو در مطلبی که از شتاینر ترجمه کردم بهش پرداختم، همین موضوع رو. اسم اون کتاب هست سوداییان مطلق که ترجمهش کردم، اما اون گفتاری که دارم برش می‌نویسم به این تیکه پاره هایی که هست اینجا اینا رو به هم وصل کنم و یه جور معنایی بسازم. یا مثلا یه مورد دیگه که برام جالب هست که گاهی از سر شوق بتونم بهش بپردازم، برخی مباحث نظری در مطالعات ترجمه، ادبیات تطبیقی، ادبیات نمایشی، مثل ایبسن در ایران، روش شناسی تاریخ نگاری در مطالعات ترجمه خصوصا، و یا تاریخیت در تاریخ شناسی ترجمه مثلا، به این مسائل بپردازم. اما من اینجا که هستم با دانشجویان ارشد و دکتری هم درس دارم، هم پژوهش پایان ترمی دارم که یعنی باید مقاله‌ای بنویسن برای پایان ترم، و هم راهنمایی پایان نامه اینها رو در مقطع کارشناس ارشد کمتر، دکتری خب معمولا دارم. حالا سوای این، از طرف وزارت علوم اینجا داوری 2 فصلی یعنی پاییزه و بهاری کارنامه پژوهشی برای ترفیع دانشیاری اعضای هیئت علمی رو هم بر عهده دارم. و چون در نگاه کلان رشته زبان و ادبیات نمایشی حالا از مقوله فیلولوژی است یا اینجا به این صورت می‌بینن، کارنامه پژوهشی این اعضای هیئت علمی معمولاً با آمیزه‌ای از مطالعات ترجمه، تاریخ ترجمه، جامعه شناسی ترجمه، اینها هم ردیف کارهای داوری من هستن. بنابراین تقریبا از روح و روال پژوهش‌های از این دست اینجا با خبر هستم که برام خب خیلی ارزشمنده، چون دارم به مملکت خودم و اینجا نگاه میکنم و مسائل و مشکلاتی که توی این شیوه های کار مثلا میبینم یا چیزهای خوبی که شاید دیدم که کم هست معمولا، رو اینها مطالبی برام پیش آوردن، تو ذهنم تلمبار شدن که خب حالا یکیش اون بازی هایی هست که آدم میخواد نظر بازی داشته باشه و اون برای مطلب بیافرینه، موضوع برای پژوهش بیا تو ذهن خودش اینا رو بپرونه. از طرف دیگه واقعیتی هست که اینجا هست که مثلا داری تدریس میکنی و مقاله میخونی، مقاله میدی، پایان نامه میخونی، مقاله میدی، یعنی عنوان مقاله میدی به دانشجو که در این زمینه کار کن، یا موضوع پایان نامه انتخاب کنی فرض کنید برای دانشجو که الان یکی از اینها داره درباره کتاب کار میکنه در فرض کنید بعضی آثار ایبسن. حالا اینها همشون
برای من بازخوردهای جالبی داره که تا حدودی داره به اون شوق نظربازی و کل کردن و اینها به صورتی داره این مسائل دارن اون جنبه های به اصطلاح دلی رو کنار میزنن و خودشون رو به عنوان مسائل مهم مطرح کنن که خب اگر اینطوری هست که خب خوش آمد. نکته دیگه این که معمولا ترم بهاری درس آثار معاصر ایبسن رو برای دانشجویان دکتری ارائه میدم. اینجا معمولا به دانشجوها گوشزد میکنم. من خودم شخصا دوست دارم مقالات دانشجوها دهه به دهه از دوره تنظیمات در ترکیه که میگن تنظیمات دونمه که از 1837 تا 1876 هست، دهه به دهه اینو بررسی کنن ببینن که ایبسن کی حضور داشته مثلا در این ماجرای از تنظیمات به بعد، که حالا در این تنظیمات که از این زمان شروع شده خب دولت عثمانی متوجه مشکلات امپراتوری خودش شده بود در غرب مخصوصا و میخواست به صورتی تحولاتی پیش بیاره و گذری بکنه از سنت به مدرنیته تا بتونه حضور بهتری در حیطه امپراتوری خودش داشته باشه. میخوام ببینیم که ایبسن کی اینجا وارد شده و معمولا به از دانشجو میخوام که یا ادبیات یعنی مقالاتشون تطبیقی باشه، یه چیزش مربوط به رشته به کشور خودشون باشه، فرهنگ خودشون، کمان که در ایران هم با دانشجویی که پایان نامه میگرفتن گفتم بیشتر مثلا به صورتی تطبیقی کار بشه که به هر حال خیرش به مردم هم برسه دیگه. همش برداریم از مطالبی که مورد اروپا یا آمریکا هستن اینها رو بخوایم غرغره کنیم شاید کار خیلی جالبی نباشه. خب این بخش تدریس ایبسن و مقالاتی که بچه ها دانشجوهای دکتری مثلا کار کردن به یه مسئله عجیب غریبی برخوردن، اینکه بیشتر این پژوهش‌ها مثلا گفتم حضور ایبسن از 1900 به این ور، 1900 تا 1920 یا حالا تیکه تیکش اگه بکنم دهه به دهه همینجوری مثلا داشته باشه. خیلی جالبه که اینها پژوهش هایی که دانشجوها میکنن میبینم که بیشترشون گاه شماری هستن بدون اشاره به بافت تاریخی اون زمان و جامعه شناسی مقطع تاریخی ترجمه یا اجرای نمایشنامه هایی که از به هر حال یا اقتباس بوده از ایبسن یا ترجمه کردن یا حالا کیها بودن. و خب خیلی جالبه که اینجا هم اولین بار مثل هم کشور خودمون ارمنی ها هستن که حالا این خودش بحث خیلی جالب هست که چجوریه که ارمنی ها هستن توی آذربایجان مشغول اصطلاح نقش آفرینی بودن و در ایران و همین چه در ترکیه هم مثلا به این صورت هستن. اما اون چی که آزار دهنده میتونم بگم بوده و هست اینه که اینم که آره فلانی در فلان مثلا تاریخ این آثار ترجمه شده و به این شکل.
و قول معروف همون انتونی پیم که میگه که اسکلت رو داریم. حالا این اسکلت، حالا اینا رو من بعدا توی ویدیوهای بعدی درباره پیم، گادامر، که مفهوم تاریخیت یعنی چی و مفهوم مثلا اون چی که پیم میگه درباره این که این داده ها رو میخوای جمع کنی. خب این داده ها رو اگر که بیاری اینجوری همینجور پشت سر هم بیاری، میشه گاه شماری هایی که داریم که در فلان تاریخ این شد، در فلان تاریخ این شد. خب میدونیم که مثلا، حالا من میدونم که در ایران دشمن مردم اولین نمایشنامه‌ایه که تا اونجایی که تا حالا میدونیم که به فارسی ترجمه میشه اینجا پرگوند هست که این خیلی مبحث جالبه. نه که اینها رو توی این گاه شماری ها آورده باشن. به دانشجو میگفتم که خب اینها درست، خیلی ممنون، این برای من خوبه، من اینا رو الان متوجه میشم، این خوبه، اما برای تو چی؟ تو باید بتونی بگی که چرا پرگوند اومد، کی اومد، کی اجرا کرد، کی ترجمهش کرد، در چه مقطعی از تاریخ بوده. اینها نبود و بعد میگفتن که خب ما اینها رو تو پژوهش هایی که بوده گشتیم و اینها رو پیدا کردیم. ما پژوهش ها رو که حالا منابع اینها رو نگاه میکردیم، این از به قول معروف آب از سر چشمه گله. یعنی به یک اشاره مستقیم که نکنم به مقاله‌ای که خب درباره ایبسن مثلا این گاه شماری رو انجام داده، یک مورد کوتاه از خب 1960 کودتا میشه در ارتش کودتا میکنه و یک به اصطلاح نظام حکومتی رو که یه مقداری رو به استبداد رفته بوده میندازه کنار و دوره بازنویسی به اصطلاح قانون اساسی میشه و 1961 دشمن مردم اجرا میشه، ترجمه میشه و اجرا میشه. که دشمن مردم در ارتباط با کودتا و نمیدونم قانون و قانونگذاری و بازنگری در قانون و صحبت ها هست. جالبه که از این نظر ایران و ترکیه و ایبسن و دشمن و مردم یه اشتراکات جالبی داره. اما 2 نفر استاد دانشگاه حالا اومدن مطلبی رو اگر نوشتن در حد 6 صفحه که خب خیلی جالبه، اسکلت عجیب غریبیه این، یعنی اما گوشت و پوست بر تن این نیست، جز این که همین قسمت یه اشاره به تاریخ شده. حالا اینکه چه پویایی هایی در اون به اصطلاح داینامیکس چی بوده، اون نیروهای پویایی که اونجا درگیر بودن چی بوده و حتی از کودتا هم اسم نمیبره. مثلا یه چیزی هست که چه میدونم میلیتری اپریشن به این صورت گفته میشه. و اینکه درباره پرگوند سکوت محض تا حالا که من نگاه کردم درباره اینکه چرا دهه 30 یعنی 1930 پرگوند میاد. پرگوند بارها ترجمه شده و بارها اجرا شده و اینها. این به چه معنا هست؟ حالا اگر بخوایم مقایسه کنیم به اصطلاح این دوره ها رو،
چرا پرگون در ایران چنین بوده و به اینجا به این شکل بوده؟ چرا برای ما دشمن مردم در 1950 1953 یعنی بعد از کودتا هست و اینها با فاصله زمانی و اینجا باز به یه شکل هست اینها. حالا این نیروهایی که فعال بودن چی بودن چجوری بودن کاملا فرق میکنن، اما کاملا حالا شاید درست نباشه، به هر حال نیروها متفاوت هستن، نیروهای کنشگر اجتماعی متفاوت هستن، اون جامعه با این جامعه صورتی فرق. خب حالا اینا رو که نگاه کردم گفتم که پس ما مشکل رو، یعنی من از دانشجو بیش از اون منابعی که در اختیار داره شاید انتظار نداشته باشه. یه مبحثی که جالبه اینه که خلاقیت دانشجو رو نمیبینم. یعنی ورای این گاه شماری ها نرفتن خیلی هاشون. فقط یک موضوع رو که من داده بودم این که آلات و ابزار موسیقی در آثار ایبسن رو به اصطلاح بررسی کنن ببینن چجوری میشه و اون خیلی برام جالب بود که طرف سوای این که بگه بعد از این نمایشنامه تا اون آخریش که وقتی ما مردگان سر برداریم این ابزار موسیقی آمده بود، رفته بود به جامعه شناسی و معناشناسی و نشان شناسی ابزار و آلات موسیقی پرداخته بود که خب خیلی جالب بود. ولی دانشجو چه بود دیگه، این خلاقیت خودش بود، چون من اینا رو به هر حال پشت صحنه هم نگاه میکنم بررسی میکنم یا با خود طرف که صحبت کنم متوجه میشم که احاطه داره نداره چجوریه که خیلی برام جالب بود این قضیه. اما به صورت کلی این قضیه رو ما داریم که توی این زمینه ها لنگ میزنیم. اینجا به شکلی کشور ما اینجا به احتمال زیاد زودتر از ما شروع شده این مطالعات ترجمه تاریخی جامعه شناختی، مثلا تاریخ پژوهی در ترجمه و مترجم یه مقداری زودتر شروع شده، اما به نظرم میاد که اونچنان که باید از نظر زمانی خوب بیشتر بوده، سابقه دارن توی این کار، باید پخته شده باشه این قضیه، اما به نظر میاد که به این شکل نیست و خب اون دیگه شرایط آموزشی رو در نظر بگیرید و داوری این مقالات رو در نظر بگیرید و به هر حال مباحث مواردی که در حین داوری یا بعد از داوری و این مسائل پیش میاد که به صورتی پیچیده هست این قضایا و باعث میشه که تا یه حد زیادی این پختگی توی این مسائل پیش نیاد. حالا یک مسئله ای رو اینجا من به صورت تیتری آوردمش اینها. متیو آرنولد توی مقاله‌ای که نوشته به اسم Literature and Science که 1882 نوشته یه حرف جالبی میزنه. میگه که میدونید که اون زمان در قرن 19 دوره ویکتوریا این قضیه شروع شد که اینام در ادامه مطالبی که خواهم گفت از به متیو آرنولد هم اشاره میکنم، اما حالا اینجا یه خورده ازش بگم که
خب تو رویال اکادمی آف ساینس که در انگلیس لندن شکل گرفته بود، دیگه علمای علوم طبیعی و علوم دقیق یا exact sciences اینا میگفتن که دیگه این ادبیات کارش تمومه. یه حضرت داروین اونجا بود که بابا آدمیزاد که از چه اومده، یا چی میگن، از درخت اومده پایین، از بهشت حبوط نکرد دیگه. حالا این شعر و ادبیات و موسیقی اینا چه میخواد دیگه، این همین این قضیه هست دیگه، جای این چیزا دیگه نیست. بنابراین یه جور اومده بودن اینایی که با مجهز به علوم دقیق بودن اومدن و گفتن که خب تا حالا به هر حال ما زیر سیطره علوم انسانی بودیم و فلسفه و حالا علوم انسانی، حالا باید به اصطلاح این علوم به اصطلاح ساینس بیاد و جایگزین بشه ادبیات و ساینس، یعنی برتری ساینس. و آره این رو توی کشور خودمون با این نامگذاری یکی از مباحثی که باز مرتبه دوست داشتم درباره صحبت کنم، مشکلی که ما از همون موقعی که این وزارت علوم رو خواستن راه بندازن، از چی بوده دیگه، از دوره مشروطه، حالا بگید قبل از اون هم که به هر حال دارالفنون رو در نظر بگیرید، ببینید مثلا دارالفنون بعدش این خود این نامگذاری رو بیایم نگاه کنیم ببینیم که چه مسائلی بوده توی این قضایی. حالا برگردیم به مقاله آرنولد که یه چیزی رو مطرح میکنه که خب خیلی جالب هست. میگه که میدونین مشکل چیه توی این چیز، توی این مقاله ادبیاتچی ها رو خطاب قرار میدونم. میگه که مشکل از خودمونه. چرا که ما گفتیم که خب ادبیات یعنی شعر، داستان، نمایشنامه و از این صحبت. اما آرنولد میاد میگه که ادبیات هر آنچه که نوشته میشه مکتوب ادبیات. بنابراین حضرات شعرا، نمایشنامه نویس ها، نمیدونم منتقدان و اینا، ماها باید تا جایی که میشه از علوم با خبر باشیم. یه مقدار اونها بچه خرافی رو دور بریزیم، یه مقدار فقط، و بیایم آشنا بشیم، احاطه داشته باشیم برای اینو که ذهنمون به روز باشه. آرنولد بنابراین میگه که بینارشته‌ای، مطالعات بینارشته‌ای در مثلا آرنولد رو یکی از کسایی داریم که میاد و میگه که میشه باید بین این چیزها مثلا رشته ها ما ادبیاتچی ها بین اینها باشیم و ما اونها بلوک هستند، بلوک هایی هستن برای خودشون، مثلا بیولوژی هست، چه میدونم زیست شناسی هست، فیزیک هست، شیمی هست، نمیدونم خیلی از این مسائل، اینها بلوک هستن برای خودشون. روح اینها باید ملاتی باشه که، یعنی ملاتی که بین اینها میره، میگه روح اینها ادبیاتی هست که احاطه داره تا جایی که ممکن هست بر
مواردی که در ساینس مطرح میشه، در علوم دقیق مطرح میشه و بتونه فلسفیدن رو آغاز کنه با اینها، نه که از اینها برمه. و حالا این قضیه اینجوری میشه که میگه که فلسفه، ادبیات، تاریخ، ادبیات، متن فیزیک، متن شیمی، اینها به این صورت بنابراین ادبیات میشه. حالا تو بیا، با خودم میگم، با دانشجوهای دوره دکتری یا ارشد این رو مطرح کن که آیا تو از شیوه توسیدیدس یا توسیدید که به هر حال تاریخ رو یه جوری چیز میکرد، شرح وقایع میدونست، و یکی دیگه هرودوت که تخیل رو هم برش میافزود و اینا، آیا باهایی از این اطلاع داری؟ آیا این که میدونی که مثلا تاریخیت یعنی چی؟ چون که اینو بعداً از گادامر من توی گفتارهای بعدی میارم. یا اینکه فیلولوژی و هایدگر با هم دیگه چه ارتباطی دارن و اینها. خب وقتی اینها رو نمیدونه، اگه کارهایی بخواد بکنه که پژوهشی و تاریخی این مسائل باشه، جز گاه شماری چیز دیگه‌ای از کار در نمیاد. خب پس این جنبه ها رو که تا اینجا گفتم، میگم حالا چی ماجرا؟ من داشتم همینجوری که گفتم براتون به موضوعاتی برای یه سلسله ویدیو فکر میکردم. چیزای قطعات کوتاهی، مثلا فرض کنید یولیسس تنیسن رو دارم درس میدم، بعد دانشجوی دوره کارشناسی، من اینا رو خیلی دوست دارم برای اینکه شوق دارن. حالا یک کلاس در نظر میگیرید 30 نفر نشستن اونجا، 20 نفرشون هم فرض کن که البته اغراق هست، فرض کن که خوابن، حال ندارن، یا نمیدارم چه، یه 10-15 نفری هستن که واقعا حال میدن، یعنی شوق دارن بگردن این ور اون ور ببینن چی هست از این. من مثلا اگر که یولیسس رو با این کار میکنم، ناگهان میزنم تو خاکی، یعنی میرم جای دیگه. من میگم که معماری رو توی دوره ویکتوریا میخوام ببینیم که چی هست، توی این شعر جای داره یا نداره. بعد حالا این رویال اکادمی آف ساینس آیا درباره معماری هم چیزی گفته؟ میرن میگردن، نمیدونم این ور بیا اون ور برو، نمیدونم میان توی به اصطلاح این پاورپوینت هایی که درست میکنن خیلی از مسائل رو مطرح میکنن، میریزیم به هم، مثلا 2 هفته ممکنه طول بکشه دارای این چی، اما باز میشه از یکی این شعر یه ارتباطی با فضای دوره ویکتوریا داره و این فقط شعر نیست، این یه ایدئولوژی هم مثلا میتونه باشه. یولیسس از تنیسن. بعد منظرهایی که داره چی هست؟ فرض کنید منظرش دریا هست، خشکیه، خب این یعنی چی؟ بعد سرود کی درست شد؟ Hearts of Oak کی درست شد؟
مال نیروی دریایی بریتانیا هست. معماری ساختمان چجوری بود اون وقت؟ آیا توی این شعر چیزی هست که پنهان هست ما نمیبینیم؟ افق به چه مفهومه؟ آیا از پل صحبتی شده اینجا یا نشد؟ بعد دانشجوها که اینا رو کشف میکنن، اول که خب خیلی میشه که این شعر کی تموم میشه، چجوریه اینا، ولی من نمیخوام شعر رو تموم کنم، میخوام بمونم توی این شعر و برن این جنبه ها اون جنبه ها شده. بعد از مدتی میان با موضوعات عجیب شروع میکنم به تفسیر. من بهشون میگم ها جناب فیلسوف، یعنی فلسفیدن رو آغاز کردی دیگه، داری از تاریخ میاری، از روانشناسی اون زمان، روانشناسی اجتماعی داری میاری. پس این چیز رو یولیسس رو میگیم به صورتی داریم از درون منفجرش میکنیم تا خودشو اونچه که درونش مخفی کرده، که در این زمینه هم صحبت میشه که از کلنر، هانس کلنر و یکی دیگه هایدن وایت میگن که روایت ها، حالا شعر باشه هرچی باشه، تاریخ هم میتونه لفاظی و صور و خیال رو به شکلی داشته باشه و کار ببره و با اون مطلب رو بپوشونه. آنچنان که در تو وجود در وجود تاثیر بذاره، در ناخودآگاه چیزی بنشینه، اما نه خبر نداشته باشی که ماجرا از کجاست شروع شده. اینها این به این شکل. خب حالا به یه سلسله موضوع فکر میکردم به این شکل که فرض کنید بیام همین شعر یولیسس تنیسون رو از نظر مباحث زبانش که بسیار زیباست، ولی از نظر اون the self، اون من هزار چهره بریتانیای کبیر که میخوایم بگیریم که حالا میشه بریتانیای اکبیر هم بهش گفت، یعنی یه وقتی هست که مثلا بعدن هم خب البته در امتحان اینا میگم که از کدوم شاعر، از چه موضوعی شما مثلا انتقاد دارید، مثلا یا خوشتون اومد، یا میگن آره این افقی که مدام دور میشه، هرچی تو میری اون افق دورتر میشه و تو همینجوری میری. من از تنیسون خوشم اومد، اما کسایی هم هستن که میگن یه خورده ترسیدیم که چی داریم میخونیم، همین چی داریم میخونیممون که سر کلاس رو بیان میکنن یا برگه هایی که می‌نویسن من باهاشون بعدا در میون میذارم، میگم که تو اینو نوشتی، تو اینو نوشتی. سوال به هر حال آزاد میتونن جواب بدن، فقط موردی که من میخوام نیست. اون کسی که میگه من این شوق سفر رو در من ایجاد کرد، اگر خوب پرورونده باشه مطلب رو، نمرش رو میگیره. اون یکی هم که جور دیگه دیده، من میخوام بگیرم که اینا چی میگن. همه اینا رو بعد از امتحان میارم میونه بچه ها، دانشجوها مطرح کنم و این دانشجوهای کارشناسی دل میدن به این قضایه و من خیلی این قضیه رو دوست دارم. باری یعنی میخواستم به این صورت با شما، با یعنی ویدیوهایی توی این زمینه ها درست کنم که حالا علاقمندانی شاید داشته باشه اما بنا به دلایلی تصمیم گرفتم که بالاخره برای خودم تکلیف ایجاد کنم که ترتیب ارائه مباحث رو عوض کنم، یعنی اول بپردازم به اون تکلیف یا وظیفه. حالا اون چیزایی که دلی هست و مثلا یه قطعه ای رو میخوای بخونی، یه حرفی میخوای بزنی، این چیزا برای ذهن تفریح، حالا اون باشه برای بعد.
حالا دلیلم چی هست؟ یه دفعه من با نقدی به یک پژوهش در حوزه جامعه شناسی ترجمه برخوردم. بعد گفتم که خب اولویتم باید مسئله تاریخیت در مطالعات ترجمه و چالش‌های فهم ترجمه به مثابه پدیده تاریخی باشه. این برام مهم شد چون حدود 2 سالی ذهن ما رو، ذهن من رو و دیگران رو درگیر قضیه‌ای کرده که باید به هر حال تا جایی که امکان داره بشه یه مقداری ابعاد قضیه رو روشن کرد. حالا چرا اینجوری؟ چون که یه همچین نقدی و نمونه های مشابهش برای زنگ خطری میشن برای تعمیم ساده اندیشی. گفتم برای دانشجوهای انواع، یعنی در سطوح مختلف معمولا مسئله درست میکنم، به سیلابس هم زیاد فکر نمیکنم. میگم این مسئله رو بریم جلو. سیلابس هم البته تا آخر کار دیگه خودشون راه میفتن، پیش میرن سیلابس ها یا اون برنامه‌ای که در طول ترم باید تموم کنیم بالاخره تموم میکنیم، اما با یه حالتی که یه حالت تأخیری عجیب غریبی که مدام سوال پشت سوال بیاد و ذهن فعال بشه، پویا باشه و به یه جواب ساده قانع نشه. اما اگر در پژوهش‌ها و نقدی که در مورد پژوهش‌ها میشه ساده اندیشی رواج پیدا کنه، این همون کاریه که من شخصا در برابرش نیستم. چه در پایان نامه باشه دانشجو چنین کاری رو بکنه، چه در داوری هایی که انجام میدم که یه جور ساده اندیشی هست و نمیدونم حالا همین اعضای هیئت علمی که میخوان برای دانشیاری اقدام کنن این مطالبشونه که بررسی میکنن، میبینم که اگر ساده اندیشانه هست میگم خب حالا از نظر من این اون سطحی رو که شما میخواییم در آموزش خودتون درست کنید، این سازنده به اون شکل نیست و نخواهد بود. بنابراین باید اینجا این سختگیری ها بشه و به این شکل. حالا این نمونه هایی که به اصطلاح نوع داوری هایی که انجام میشه روش پیچیدگی های روش شناسی تاریخ نگاری در مطالعات ترجمه رو نادیده میگیره. بنابراین کار رو با قصد دارم اینجا با داوری مقالات شروع کنم. حالا ویدیوهای دیگه ای که میاد مثلا داوری یعنی چی و چجوری داوری میشه، داور اصلا وظایفش چیه، سردبیر وظایفش چی هست، چجوری اینو با هم دیگه با نویسنده یا نویسندگان تماس میگیرن. اینها رو میخوام بررسی کنم و یه نمونه عینی واقعی و داده محور رو بنابراین مبنای کار قرار میدیم و با اون به هر حال پیش میریم. حالا اون چی که اینجا مهمه اینه که میخوایم توی این ویدیوهایی که میاد من میخوام از ارتباط ترجمه با تاریخ و مترجم و تاریخیت مترجم هم از نظر هایدگر و هم از نظر گادامر صحبت کنیم که خب در ویدیوهای بعدی خواهد اومد. حالا چرا مطالعه ترجمه بدون توجه به ساختارهای اجتماعی، نهادها
اینها مثلا مثل نهاد بنگاه ترجمه و نشر کتاب، اونم بعد از کودتای 1332 در ایران، بدون بررسی اینها، بدون بررسی میدانها، کنشگران اجتماعی اون موقع، کنشگران فرهنگی سیاسی اون موقع، مثلا کنشگری آل احمد، کنشگریه. مطرح کردن کنشگر به این صورت نیست که طرفداری میکنی از این کنشگر یا میخوایی بکوبیش. کنشگران پویایی تاریخی که میگیم پویایی، اونایی که پوینده بودن در اون زمان، کنشگر بودن تو تاریخ، منیت تاریخی داشتن، سیاسی اجتماعی داشتن، اینها رو باید مطرح. حالا چرا این مطالعات ترجمه بدون اینها ناقص هست، این رو توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. و نکته‌ای که میخوایم روش خیلی تاکید کنیم اینه که نگاه جامعه شناسانه به ترجمه با تاریخ گره خورده و از کجا باید شروع کنیم. مثلا این جامعه شناسی که حالا خودش فرض کنید چقدر قدمت داره، خیلی از اون موقعی که شاید ارسطو گفت که انسان هومو پولیتیکان، یعنی انسان موجودی شهرنشین هست، الان جامعه بوده و جامعه شده، ولی به عنوان علم حالا ما این 100 سالی هست که داریم. حالا این کسانی که اومدن و جامعه رو، جوامع مختلف رو یا به صورت شماتیک جامعه رو نگاه کردن، کنش هایی که بین اینها، به اصطلاح نهادهایی که هست در ارتباط با قدرت، تاریخ، سیاست و حتی جغرافیای کوچک و جغرافیای بزرگتر که در نظر میگیریم، اینها چی هست. بنابراین باید راههایی رو باز کرد برای اینکه به قول چیزی که آرنولد میگه ادبیات چی توی این زمینه ها که میخواد، یعنی مطالب لاغر هست، برای اینکه این به صورت نظاممند توی آموزش و پرورش ما، یعنی به صورت کلی، این به این صورت چی نشده که خیلی زودتر باید به این فکر می‌بودیم که بین اینها پیوند به وجود بیاد و بتونیم از یکی به دیگری بریم، از یک نظریه به نظریه دیگه بریم و به قول معروف بندبازی رو بتونیم با خوبی انجام بدیم. اینه که این صحبت ها رو دیگه به صورت یعنی مقدمه اینجا براتون آوردم که یه پیش درآمدی باشه که آماده باشید که یعنی توی ویدیوهای بعدی که خبر بعد برای آقای احمد حسینی و جناب خوشیار، فرهاد و خوشیار، اینه که زحمتشون زیاد میشه برای بارگذاری این ویدیوها و دیگه به هر حال میخوام که یعنی هرچی که قلمبه شده، یعنی مهرمون قلمبه شده، حالا میخوایم دیگه یه دفعه سر این دوتا دوست عزیز خراب بشیم. البته همیشه با روی گشاده و خیلی متواضعانه از من خواستن که لطف داشتیم، خواستن که مطلب برای اینجا بدم، برای کانال بدم، ولی خب حالا سعی میکنم که هر از گاهی بعد از اینها هم هر از گاهی مطالبی داشته باشم برای این کانال و موضوع رو اینجا تمام میکنم و با همتون خداحافظی میکنم. به امید دیدار مجدد.